به نام خدا، با عرض سلام در خدمت شما هستیم با دوره آموزشی بوتسترپ. تو این دوره یاد خواهیم گرفت چطور یک قالب و یا سایتی رو طراحی بکنیم که بتونیم توی رزولوشن های مختلف مثل موبایل، تبلت، لپتاپ، کامپیوتر و مانیتورهای مختلف بتونیم سایتمون رو مدیریت کنیم و به هم نریزه و شکل و زیبا به کاربر نمایش داده بشه. فریمورک های مختلفی هستن که این کار رو انجام میدن. یکی از اونها و محبوب ترین اونها بوتسترپ هست. فریمورک های دیگه هم مورد استفاده میگیرن که به فراگیری این فریمورک نیست. از طرفی قبل از این که این فریمورک ها عرضه بشن، خب قبلا برنامه‌نویسا و طراحی‌ها خودشون یه جورایی مدیریت میکردن یا میومدن مثلا یک دومین جداگانه برای رزولوشن موبایل ایجاد میکردن، مثلا mobile.site.com، مثلا اسم سایتشون که site.com بود یک ساب دومین درست میکردن برای اونایی که میخوان از طریق موبایل ببینن و اونایی که از طریق موبایل میخواستن ببینن به این آدرس میرفتن. خب این شاید یکم زیاد جذاب نباشه و ما دوست داریم کاربر فقط با آدرس فقط یک دومین ما رو بتونه وارد کنه و مثلا site.com وارد کنه و با هر دستگاهی، تبلت باشه، لپتاپ باشه، موبایل باشه و مانیتور، فرقی نداره این رزولوشن های مختلف، و بتونیم فقط با همین آدرس سایت ما رو درست و بهینه ببینیم. خب این قبلا یک مشکل و معضلی بود، ولی حالا با ارائه فریمورک های محبوب مثل بوتسترپ مدیریتشون آسون و راحت میشه. خب من ابتدا توضیح بدم. یه فایل پاورپوینت داریم که طبق همین جلسه به جلسه میریم جلو. خب تو این دوره آموزشی هم سعی میکنیم مثال پروژه محور رو پر از مثال و جذاب باشه. و خب ابتدا بریم سراغ تاریخچش. بوتسترپ رو دوتا مهندس توییتر به اسم مارک اوتو و جیکاب تورنتو برای سازگاری دستگاه مختلف نوشتن و تو سال 2011 این رو عرضه کردن. خب اما فایل خود فریمورک بوتسترپ ببینیم چه ساختار داره. بوتسترپ فایل های مختلفی داره، فایل های list، JS فونت و CSS ها که ما بیشتر با JS فونت و CSS کار داریم و طرز استفادهش هم یاد میگیریم چطور بتونیم توی سایتمون از بوتسترپ به وسیله این فایل ها استفاده بکنیم. خب مهمترین چیز اینه که یه فریمورک رو چجوری راه اندازی بکنیم، مخصوصا فریمورک بوتسترپ رو برای طراحی سایتمون. خب نیاز هست یک فایل CSS از بوتسترپ رو که توی ساختار قبلی دید ما یه فایل CSS داشتیم، لازم است این فایل رو من به قالب خودم اد بکنم. حالا یک فایل اختیاری هست، حالا فعلا بعدا در مورد این بیشتر توضیح میدیم. bootstrap them.me. فایل بعدی یک اسکریپت است که اینم حتما ما باید بتونم به فایلم به سایتم اد بکنم و اون هم فایل bootstrap min.js است. و در ضمن برای حالا بهره‌گیری از امکانات مختلف بوتسترپ بهتر جی کوری را هم اضافه بکنیم که این دوتا فریمورک رو، جی کوری رو من میتونم از سایت jQuery.com بگیرم و بوتسترپ رو هم از سایت getbootstrap.com. خب من یه فایل خام نوتپد پلاس پلاس دارم فعلا. خب برمیگردم به سایت بوتسترپ. خب ورژنی که این بوتسترپ فعلا داریم روش بحث میکنیم، آموزش رو یاد میگیریم، ورژن 3.3.2 هست. خب این رو ما دانلود میکنیم. حالا من میام این فایل خاممو که ایجاد کردم زبانش رو HTML قرار میدم. خب بذاریم بریم این فریمورک رو دانلود کنیم. خب اینجا بوتسترپ رو دانلود میکنیم که شامل فایل های CSS و جاوا اسکریپت و فونت ها هستن که CSS ها در دو نسخه هم فشردهش هست که با پسوند min.css هستن، هم حالت معمولیش هست که خواستی سورس ها رو بهتر ببینید میتونید اونها رو هم استفاده بکنید. اینو دانلود میکنیم. حالا چون من قبلا دانلود کردم اونها رو بهتون نشون خواهم داد. خب من این فایل رو قبلا دانلود کردم، اینجاست. اکسترکتش میکنیم.
ببینید یه پوشه داره CSS، فایل bootstrap.css که اینو من توی نوتپد پلاس پلاس باز میکنم. این فریمورکی که خب مانسان توییتر نوشتن دقیقا این هست. همین رو برای که توی سایت ها ما یکم بهینه تر باشیم و حجم سایت بیاد پایین تر و لودش سریعتر بشه، همین رو فشردهش کردن به این صورت. دقیقا این همون فایل bootstrap، اینجا bootstrap.min.css، اینو فشردهش کردن و اینجا میبینید که کپی رایتش هم توضیح که سال 2011 منتشر شده. این آخرین ورژن هم که فعلا CSS2 هست که توی سال 2015 هست و این هم مابقی اطلاعات همون فایل فشرده که صحبتشو کردیم. خب دقیقا حالا این تم و اینا رو که بعدا بهش میپردازیم، من برمیگردم به فونت. پوشه فونت که انواع فونت ها هست، حالا این چطوری ازش استفاده کنیم و چه کاربردی داره بعدا مشخصش میکنیم. خب اما فایل JS، فایل JS مهمترین فایلش bootstrap.js هست که اینو اینجا میبینیم که سورسش هست. همین فایل رو برای اینکه گفتیم لود سایت بهتر بشه فشردن کردن، یعنی فضای خالی کامنت ها اینا همه حذف شدن. میبینید فقط یک کامنت اولیه در مورد لایسنس فایل و توضیحش هست و مواقع دیگه از بدنه حذف شدن و کامل یه فایل فشرده است. این از این. خب میریم فایل jQuery رو هم دانلودش میکنیم که ورژن اینو من کلیک میکنم تو سایت jQuery.com پوش دانلود میایم، ورژن 2 رو میخوایم دانلود کنیم. حالت آن کامپرس غیر فشرده داره و فشرده که ما فشردهش رو دانلود میکنیم. این فشردهش من همینو سیف میکنم توی کدوم مسیر؟ این مسیری که اینجا دارم، همینو کپی میکنیم. خب این حالا اینم باشه، بعدا میتونیم ورش داریم. اینو ذخیره بکنم. دقیقا فایلی که میخوام اینجا قرار گرفت، jQuery. این فایل فشرده jQuery است که بعدا باهاش کار داریم. پس برای راه اندازی که ما اینجا قرار یاد بگیریم، فعلا باید فایل های لازم رو از سایت دانلود کنیم که این کار رو کردیم. بعد بیام یک کد HTML بنویسیم و اینها رو به فایلمون اضافه، به سورسمون اضافه کنیم. خب من میام اینو میبندم. خب یه فایل خام اولیه دارم، اونم انکودینگش UTF هست، زبانش هم HTML هست. شروع میکنم یک تمپلیت ساده رو مینویسم. خب برای اینکه ما یک تمپلیت ساده رو بنویسیم، بهتره که اول، چون داریم HTML5 کار میکنیم، اون داک تایپ رو درست اعلام کنیم. خب اینجا میتونم لنگویج رو اضافه کنم که فعلا مثلا EN یا FA فرق نه، EN میشه انگلیسی، FA فارسی و حالا FR مثلا فرانسوی فرنچ، یا GR مثلا جرمنی و حالا مهم نیست. فعلا حالا باش کار نداریم. یک فایل هد اضافه میکنم. تایتل داریم. خب یه باز میخوام. خب حالا لازمه این فایل هایی که گفتیم رو اد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من بیام این دوتا فایل رو اضافه بکنم. خب میتونیم این کار رو کپی کنیم و بهتره که بنویسیم که بهتر هست. فایل CSS رو میخوام لینک کنم. لینک. خب rel style sheet. خب
این توی پوشه CSS هست، bootstrap.css. اینم به این ترتیب. خب این اد شد. عذرخواهی میکنم. اول من این فایل رو ذخیره کنم که کار مرتب بشه. من این فایل رو ذخیره میکنم توی پوشه CSS، نه چون فایل HTML یه پوشه برمیگردم این بیرون. اینجا اینو با عنوان index.html ذخیرش کردم. خب ببینید میاد توی، مثلا من بیام توی پاورپوینت. توی پاورپوینت اگه ممکنه متوجه شدید یه آدرس دیگه است. گاهی من فایلام میتونه روی هاست خودم باشه و گاهی هم میتونه از یک مرجع استفاده بکنه. مثلا شاید خیلی توی سایت ها دیدید فونت های از گوگل، مثلا سایت گوگل دارید لود میکنید یا جیکوری رو از سایت گوگل دارید لود میکنید، این کار هم میشه. اینجا اومده از مثلا سایت مکسیدین برای بوتسترپ این کار رو کرده که حالا من به جای این کار اومدم این رو کامپیوترم یا روی لوکالم یا روی هاست خودم ذخیره میکنم و از اونجا اد میکنم به قالبم. خب من برمیگردم به اینجا. خب حالا چون میخوام فایل فشرده رو استفاده بکنیم دات مینو اضافه میکنم. خب این از این. پس بریم سراغ نوشتن بادی. این از این. خب همیشه بهتره فایل های جاوا اسکریپت رو ما آخر بذاریم. مهمترین ها همیشه بهتر آخر باشن، به خاطری که روی لود سایت تاثیر خوبی میذارن، باعث میشه سایت ظاهرش یه دفعه لود بشه و اون اسکریپت ها از آخر لود بشن که اگه اسکریپت ها رو بالا بذاریم بعضی موقع توی لود شدن سایت یکم تأخیر ایجاد میکنه. این برای کاربر شاید نامناسب باشه از دید کاربر. خب اگر ما خود همین سایت رو یک ویو سورس بزنیم، بیام آخرش، توقع کنید اسکریپتاشو عموما آورده همین آخر گذاشته. دارید میبینید اسکریپت ها رو همه رو آورده آخر. خب ما هم همین کار میکنیم. من پس یک اسکریپت دیگه داشتم که حالا اگه بیام توی فایل جاوا اسکریپت هم قرار این بوتسترپ رو اد بکنم به قالبم. پس میام چیکار میکنم اینجا، حالا این تایپ هم زیاد مشکلی نداره. خب .js این به این ترتیب، ولی چون میخوام فایل فشردهش رو استفاده کنم min.js استفاده میکنم. خب این از این. حالا میخوام چون این فایل که داریم هیچی، اگه دوباره به سورس بگه من نیاز به جیکوری هم دارم که حتما جیکوری هم اد کرده باشم. اینجا هم دقیقا میبینید چون بعضی ویژگی های بوتسترپ که اکشن هایی رو داریم لازم است که جیکوری هم داشته باشیم. اینجا اگه ببینید ابتدا جیکوری لود شده و بعدم فایل بوتسترپ. پس ما هم همین کار رو میکنیم. من چون جیکوری هم قبلا دانلود کردم، اونم به همین روش یک کپی میگیرم. خب این فایل جیکوری مین رو بهتر پس برم اینجا ویرایشش کنم. این ورژن اینشو برمیدارم. خب برای که همیشه یک حالت استاندارد بنویسیم بهتره که اون نسخه ها رو هم اضافه کنیم به صورت کامل که کاربر متوجه بشه این جیکوری که استفاده کردیم این هست. برای بوتسترپ هم همین رو میتونیم انجام بدیم. من میام همون فایل بوتسترپ رو توی نوت.++ باز میکنم. این بوتسترپ ورژن 3.2 رو برش میدم. اینم به این ترتیب. خب تا اینجا فعلا کارهای اولیه رو انجام دادیم. یک چیز خیلی مهم دیگه هست، ما باید تشخیص بدیم گاهی ممکنه رزولوشنتون، مثلا اگه الان همین سایت رو نگاه کنید، من اینو یه حالت در میارم،
یعنی رزولوشن رو تغییر میدم، سایت داره واکنش نشون میده و به هم نمیریزه و مرتب میکنه خودش رو مداوم. خب این کار چطوری باید هی تشخیص بدم که الان رزولوشن چطوری هست؟ خب این رو باید به تگ متا هم قاعدتا اضافه بکنم که اون رو توی اینجا توضیح دادیم که هر لحظه باید از پهنای سایت یه گزارشی رو بده و با استفاده از اون فریمورک بوتسترپ این تغییرات و مدیریت های قالب رو اعمال بکنه. خب که اینجا عرض صفحه و اینا هم مشخص بشه. پس من این تگ متا رو هم برش میدارم، میارم توی جزء تگ‌های متا قرار میدم. خب این تا اینجا. اگر ما به یک مثال اولیه از خود سایت getbootstrap.com بریم، دقیقا همینو میبینیم که اومده یک فایل متا گذاشته و بعد شروع کرده کار خودشو انجام داده. حالا اشکال نداره مثلا تایتل بالا پایین بشه، این ترتیب اگه همینجوری باشه که بهتره، حالا اگر هم نبود مهم نیست. خب اینا برای UTF بودن اشکال نداره که ما همینم اینجا استفاده بکنیم. حالا اگر هم بخوایم دقیقا استاندارد رعایت کنیم میتونیم این کار رو انجام بدیم. نزدیم. پس به این ترتیب ما تونستیم تو جلسه اول فعلا اون اقدامات اولیه بوتسترپ که لازم داریم رو راه اندازی بکنیم. در ضمن بهتره که اشتباهی که ما کردیم اینو باید توی یک تگ قرار بدیم. خب پس فعلا کارهای اولیه برای استفاده از فریمورک بوتسترپ رو انجام دادیم که CSS رو لود کردیم. من این رو هم میارم آخر قرار میدم. خب سورس رو هم که ببینید میبینید تگای متا اینجا اومدن برای خود همین سایت get bootstrap، بعد تایتل آورده و بعد بقیه چیزا هم لینک کرده. ما میتونیم همین استاندارد، البته من فکر کنم اون حالت اول رو درست انجام داده بودم اینجوری. خب نیاز. خب جلسه بعد شروع میکنیم به صورت جلسه به جلسه میریم و امکانات بوتسترپ رو یاد میگیریم. فعلا این به عنوان مقدمه کفایت میکنه. امیدوارم مفید باشه. موفق باشید.